در دایره 900 روز آبادانی در دهه سمرقند جماعت دهات سه‌شنبه شهر ترسونزاده حشر دسته‌جمعانه برگزار شد. زیاد از 200 نفر ساکنان این دهکده به کارهای آبادانی و سازندگی کمر همت بستند. راههای دهه از هر گونه پرتوها تازه کرده شده، تنه درختان سفید کرده شد. همچنین با مقصد احترام گذشتگان در آرامگاه دهه اطراف قبرها از هر گونه خس و خشک تازه کرده شد. در این باره رئیس محله دهه سمرقند تأثیراتش را چنین بیان کرد: ما مردم دهه سمرقند فرارسی عید نوروز شنبه گذرانده شدیم. در شنبه ما از جماعت دهات سه‌شنبه دهه سمرقند قریب 200 نفر مردم برآمده شنبه کرده شدیم. ما حرکت میکنیم که وطن خودمون، دهه خودمون آباد کنیم. در واقع ساکنان دهه سمرقند جماعت دهات سه‌شنبه کنار راههای ماشینگرد و جای زهکش‌ها را تازه کردند که طبع بیننده را بالیده می‌سازد. وسعت بخشیدن کارهای آبادانی و تازگی پیش از همه به محیط اطراف و سلامتی مردم منفعت خوب دارد. Shanbalik qilib hashar qilyapmiz qabristonga. 200 dan ziyod birodarlarimiz chiqib mana tozalik nima qilishyapti. Mana Xudoga shukr yaxshi, mahallamiz ittifoq, xalqimiz yaxshi. Hamma chiqib ish asboblari bilan chiqib mana tozalikka o'z hissalarini qo'shyapti. Mana rais mahallamiz ham aktiv, Xudoga shukr yaxshi mahallamiz. Mana hammalaringni Navro'z bayrami bilan tabriklaymiz. حشرهای دسته‌جمعانه و کارهای تازگی و آبادانی ساکنان دهه سمرقند جماعت دهات سه‌شنبه باعث افتخار است که من بعد در دیگر گوشه و کنار دهات مذکور راه اندازی می‌گردد.